اولین خانه ما در خیابان خوشبختی است. اسم کوچه ها را پدر انتخاب می کند. در این خانه خواهرم می میرد و مادرم می گوید ما در خیابان خوشبختی بدبخت شدیم. کوچ می کنیم به شمیران، تپه های الهیه، امانیه، بیابان. آدم ها مشکوک و مبهوت در گوش هم زمزمه می کنند. می گویند که پدر دیوانه است. شمیران پای کوه و آن سر دنیاست. آنها که به هوش خاکی و ذکاوت قومی پدر اعتقاد دارند دنبال ما میآیند و همسایه میشویم. خانه‌ای بزرگ با باغ و حوض و فواره بر خیابان پهلوی میسازیم و پدر میگوید این همان خانه است که میخواستم، خانه من. خانه شمیران با روزهای روشن و سایه‌های مرموز درختهایش، با شب‌های شفاف جادویی و پچ‌پچ کیفاور پسرهای محله پشت دیوارش، با لحظه‌های انباشته از موهبت‌های کودکی و نوازش‌های مادرانه‌اش، با دلهره‌های درونی و غصه‌هایش، با سخاوت‌های عیان و قساوت‌های پنهانیش، چون شکمی بارور زیر صافترین آسمان جهان نشسته است و پدر برای صدومین بار می‌گوید این همان خانه است که می‌خواستم، خانه من. هیچ کس در خانه شمیران به رفتن و مردن آدم‌ها فکر نمی‌کند و من و مادر و حسن آقا و دیگران زیر چتر ساحر بزرگ خود را مصون از گزند زمان و زخم سرنوشت می‌پنداریم. و پدر میگوید من فولادم و فولاد هرگز زنگ نمیزند. دروغ هم نمیگوید. هیچ کس تا به حال ناخوشی او را ندیده است. ارادهش از آهن است و اعصابش از سنگ. بعضی شبها که سرحال است من و برادرم را صدا میزند، میخندد، دستش را روی سرم میگذارد و از این دست محکم مطمئن نیروی مرموز وارد بدنم میشود و ته روحم رسوب میکند. نیروی قدیمی رسیده دست به دست از اجداد کهنسال، مثل امانتی مقدس، توشه راه برای روز مبادا، برای لحظه های تردید و یأس، برای ایام تاریک، برای بعد. میپرسد کلاس چندی؟ میگویم 7 و دروغ میگویم. 1 کلاس بالاترم. میپرسد بزرگ شدی میخواهی چه کاره شوی؟ و این سوال را تا به حال 100 بار کرده است. میگویم نویسنده. میپرسد نویسنده با شعور یا شاعر قرتی؟ میگویم نویسنده پولدار تا دست از سرم بردارد. میگوید کره‌خرها باید به خارج بروند، روی پای خودشان بایستند و آدم شوند. و به دنبال این حرف است که مستر غزنی معلم انگلیسی وارد زندگی ما می شود. پدر مطمئن است که روزها، آن هم روزهای تابستان، سرگرم یاد گرفتن زبان انگلیسی هستیم و خبر ندارد که در غیاب او و سایر بزرگترها بچه‌های فامیل و همسایه را خبر می‌کنیم. جمع می‌شویم توی باغ، چشم‌های مستر غزنی را می‌بندیم و از او می‌خواهیم دنبالمان کند. پدر هر شب پیش از خواب درس انگلیسی می‌خواند. روش خودش را دارد. صفحه به صفحه از روی دیکسیونر انگلیسی 30-40 لغت حفظ می‌کند و مستر غزنی کلمه ها را از او باز می‌پرسد. برادرم را سال دیگر به آمریکا می‌فرستد و بعد از او نوبت من خواهد شد. در این انتظار شیرین و دلهره‌انگیز روزهای دلپذیر تابستان با شتابی دردناک به پایان می‌رسد و پدر 83 صفحه از دیکسیونر انگلیسی را از بر می‌کند. بیماری ناگهانی پدر از کی شروع می‌شود؟ از کی مرگ حضور خودش را در خانه شمیران به ما اعلام می‌کند؟ نمی‌دانم و باورم نمی‌شود. هیچ کس برای پذیرفتن بیماری پدر آماده نیست، حتی خودش. فکر می‌کنیم اتفاقی گذراست. فولاد بیدی نیست که از این بادها بلرزد. پدر مردی خاکی است، از طب جدید و داروهای فرنگی بیخبر است. به دکتر و دوا هم اعتقاد ندارد. تنها راه نجات، اگر نجاتی در کار باشد، بردن پدر به خارج است. مادر دستور می‌دهد کارهای پدر را بکنند. خواب و خوراک را فراموش کرده است. صورتش به سفیدی می‌زند. خستگی ناپذیر شده. هرگز او را تا این حد مصمم و با اراده ندیده بودم. به ما می‌گوید من پدرتان را زنده و سالم برمیگردانم. باور کنید. خانه شمیران سرد و خالی است. زمستان سختی در پیش است. فولاد سرحال و سالم به خانه برمیگردد. خانه شمیران دوباره جان میگیرد و آشپزخانه سوت و کور حسن آقا از نو پر از سر و صدا و رفت و آمد می شود. هنوز خستگی از تنمان در نرفته که بیماری از نو به پدر حمله می کند و این بار به چشمهای او می تازد.
برای رفتن به خارج فرصت نیست. به دیدنش می روم و از این ملاقات واهمه دارم. می ایستم لای در، نگاهش می کنم. حضورم را حس می کند، بو می کشد. صدایم می زند و دستش را به طرفم دراز می کند. آهسته جلو می خزم. از این پدر نابینا واهمه دارم. صورتم را نوازش می کند. می گوید دختر بزرگی شده ای. با خودم می گویم الان می پرسد کلاس چندی. نه، نمیپرسد. فکر حرفهای تازه است. میگوید میفرستمت آمریکا. دلم میخواهد درس اقتصاد بخوانی یا دکتر شوی. هر کار دلت میخواهد بکن. فقط نگذار چون که زن هستی تو سرت بزنند. چشم چپش بیناییش را از دست داده. برایش مهم نیست. یک چشم برایش کافی است. چشمی نافذ و هوشیار بیناتر از 100 چشم محتاط و ترسان. مرد پشت درختان سبز باغ کمین نشسته است و در تاریکی شب ناجوان مردانه یورش می آورد. این بار به قلب پدر می تازد. سرنوشت کلافه از بردباری و استقامت فولاد از دری دیگر وارد می شود و مرد به جایگاه و مقر زندگی او به خانه شمیران حمله می برد. میخواهند جاده بسازند، بزرگراه شاهنشاهی، از این سر شهر تا سر دیگر آن. باغ شمیران سر راه است. 10 روز فرصت داریم تا تخلیه‌اش کنیم. پدر برای معالجه عازم فرنگ است و ما درمانده تر از آنیم که توان مخالفت داشته باشیم. سالها بعد در ابتدای انقلاب از ما شکایت می کند و شکایتش را با خشم و خروش به اطلاعمان می رساند. مادرم زخم خورده و دلشکسته می پرسد باور می کنی حسن آقا آشپز وفادار قدیمی؟ باور می کنم و نمیفهمم چرا دیگران نمیفهمند که حسن آقا سالها پیش همان وقت که آشپزخانه‌اش ویران شد با ما قهر کرد و از ما شاکی شد. در ایام جنگ است که او را بعد از سالهای سال می بینم. آن هم تصادفی و بیخبر. حسن آقا آشپز ابدی حافظ آش و آتش از کنارم می گذرد. نگاهم می کند و نگاهش منجمد و خالی است. اما پیش از آن نگاهش به دنبالم می آید و این نگاه لبریز از هزاران تصویر است و به خاطرهای دور اشاره می کند. به اتوبوس شمیران و سفر طولانیش از کنار چنارهای پوشیده از برف خیابان پهلوی، به جریمه های پدر و انعامهای روز عید، به کاف شهرداری و سر پل تجریش و پسرهای همسایه و عشقها، به روزهای خوب گم شده و به بی نهایت خاطرهای دور پراکنده.